سلام خدمت دوستان، من تازه وارد چنل یوتیوب شدم و اولین ویدیوی منه. ویدیوی من تقریبا ساخته که اینه، ویدیوهای کلش رویال اتک میزنم، میرم با یوتیوبر خاص ویدیو میگیرم. اینه، اگه دوست داشتید ویدیوهای من رو دنبال کنید. و اکانتم هم خیلی نیست، من تو تاپ لدرم، اسمم هم اموه. میخوایم اولین اتکمون رو استارت کنیم. بیایید که با ما همراه باشید. اونم مثل ما کاپش همینه. برجش من دوست دارم، احتمالا دکش سنگین باشه. درسته. عذرخواهی میکنم صدام یکم گرفته است. جلوش زپ تمیزی بود و یه ریج. به 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 این اسپارکی. یه شاتم به لامبر، عالی. میرزیم واسه هیچی نداره دستش. اتک زیبایی، اتک بسیار زیبایی. مرسی از پا قدم زیباتون. بریم جوایز دلش کن. بریم اتک بعدی. اینم برجش خیلی خوبه، به نفع ماست. یه اسپریت عقب. یه ریج میزنیم. مرسی اسپریت. لاوا یه نخبه. نخبهشو مجبوریم با ایجاد. مرسی. بگاه داد. الان راحت با این میگیریمش. والکری خوبی زدیم، انصافا. مرسی. یه شات دیگه با ایول. همین هم عالی بود. یه اسپارکی تای. الان احتمال میدادم لام این دستش باشه. لاوا. چرخش کارتمون به چرخه. این اسپریت. سری خشم، ریج و برج بیا. یه چرخش وای. راحت با نخبه دفاعش میکنی. یه اسپریتون و یه دراگون. یه اسپارکی این ور چون برج دادیم. نکشش، فقط یه والکری.
نخبه هیل اسپریت، فقط میریزیم، فقط اسپم میکنیم و برج رو میگیریم. مرسی. این صد داری که تا 100 بازی رو ره. پر انرژی ترمیناتور دوشمتیه. بریم جوایزو بگیریم. واه به 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 4 ستاره. مرسی از قدم زیباتون. خاصی نداد. یه 4 ستاره دیگه. وای فوق العاده است. مرسی، یعنی واقعا مرسی. خیلی نیاز داشتم به اینکه زپم رو ایو کنم. دمتون گرم واقعا. بریم یه اتک دیگه بزنیم. کنترل باد پلی بدیم. زپ و ریج داریم. یه اسپارکی تای. همیشه اینو بدون اگه دوست دارید دکمو بچینید. وقتی حریف یه کارت از ته پلی میده الان خود بالون بزنه. طبیعی بود. من دفاع ول میکنم. یه ایجاینت اینجا، یه والکری جلوش، یه هیل اسپریت. فقط میریزم، اسپم میکنم. اسپن چون برجو میگیرم الان. ضبط. وای اشکال نداره. تاور ترید کردیم. ما پکاشم کشیدیم. فهمیدیم این دار. ما فقط باید سریع الکترو دراگمون رو سایکل کنیم تا ابرش. اینجا استفادهش میکنیم. سریع پکا رو بکشه، نظر شات بزنه. هشما میندازیم چون آیس اسپریت رو انداخت. فعلا کنترل کاری نمی‌کنیم. یه والکری. مرسی. اشکال نره. 9 تا اکسیری. الان اکسیر نباید داشته باشه قاعدتا. مرسی که نزد. یه نخبه. هیل اسپریت زب دستمونه. وای پیکا از کجا؟ حواسمون اصلا به پکاش نبود. عذر میخوام. الان این فکر میکنه ما میخوایم اسپارکی بزنیم، درسته؟ بعد با گوبلین جاینت ایسکاش میکنیم. مرسی. یه اسپارکی این ور چون الکتروشو انداخته. یه زپ فقط میزنیم. زپ خوبی هم نزدیم. یه والکر اینجا. وای حواسمون به الکتروش نبود. الکترو دراگ خوبی سایکل کرد، نه که دروغ بگم. حواسمون بود. میریزیم، فقط میریزیم چون تایم کمی داریم. میریزیم. خشم ریج. عذر میخوام. وای یه پکا جمعمون کرد. ضعف دک من پکاست. نه فاک. هی اشکال نداره. 29 تا منفی چیزی نمیشه. بریم واسه دست دیگه. یکم تایم ویدیو کوتاه نمیگیریم. شروع به بازی ریج میزنیم. هیل اسپریت اسپارک. اینجا این کارت نقطه قوت دک ما اسپارکی. الان دسته خیلی بدی به من داد. واقعا خیلی بد بود. چون الان من نمیدونم اصلا چیکار کنم. یه نخبه این ور چون اینو با یه والکری جمع میکنم.
ریج یه زب، یه هیل اسپریت که اگه کارت دیگه انداخت. مرسی 2 شات. یه شات هم به این بزن. وای نه اشکال نره. کاملا بازی کنترله. ول پلی. مرسی ول پلی. یه الکترو دراگ میندازیم دمیج بیشتر نخوریم. مرسی. هم ابرمون بیاد دستمون، چرخش کارتمون خوب شه. چرخش کارت خیلی مهمه. من دست شروع هم خیلی افتضاح بود. بکنم اینو ول کرد. اول اینو بکشیم. خب الان میخواد چی بزنه؟ ویزارد اِوولوشن. نگاه سر کارت پایین ما ریج ما اینو نمیپر. وای سپارکی بدی انداختم. نه اتفاقا نه خوب شد. رفت تو 2 برابر. اسکلت. اینجا مگانایت ابر خیلی کاور بود، یعنی واقعا کاور بود. ما اون برج رو نگرفتیم، میریزیم واسه اون برج که هم اون برج رو بگیریم هم این برج رو. یه شات هم اسپارکی به اون برج زد. عالی. تا اینجا بازی تا کاملا کنترل. دوباره یه اسپارکی ته. یه زب میزنیم شتابش رو بگیریم. بازی کنترل کامله. یه والکری ته اینور. فقط چرخش کارت. یه گوبلینجا نپر. مرسی عالی. یه ریج میزنیم. عالی. فقط اون یکم داره جای انتش اذیت میکنه. اسپارکی دوم میرسونیم. سایکل فوق العاده سوپر. زب میزنیم. نگاه به قرآن نمیپرونه آخه. من به کی بگم؟ من اینو به کی بیام بگم؟ مرسی نخبه. بازی کاملا کنترل. نه نکش. عالی. الان با 2 طرفا بگیره. یه وسط بازی میکنیم. ما کارو براش خیلی سخت میکنیم. یه رج میزنیم و بازی تمام. این موه میره. یه زب تمام. نذاشتم به زب برسه. ول پلی. گود گیم بهش میدیم. سیت عالی. اتک خوبی بود. اینجا اینو بردیم. این ترکیب ضدمون بود خدا انصافا، چون الکترو شما فقط با یه الکترو میتونستیم بکشیم. یه جاینت خودمون لاوایی که کامل زد بود و زدیم. اینو که سش کردیم با بازی هوشمندانمون. دیگه اتکا بریم واسه یه پوشکاپ ریز که از دوشمتی بزنیم بالا. ترمیناتوره. خب کنونر تاوریه که اذیتمون میده انصافا. الکترو اسپید فعلا. یه ریج میندازیم. مجبور شدیم هیچ کارتی نداشتیم. زب. وای کاش این زب رو نمیزدم. الان نخبم رو داشتم. هیل اسپریت 100 میندازم. نگاه خدا وکیلی بهترین، به نظر من بهترین کارت یک سری بازی هیل اسپریت. نگاه چه جون والکری رو پر کرد. دمیج ناب دادیم. بذاریم 10 تامون پر شه.
اسپارکی من راضیم. این مجبوریم ابرمون رو استفاده کنیم. ابر مفتی از چنگ از دست دادیم. دمیج بدی هم خوردیم. ایول همینو که اوت کنیم نذاش اوت کنم. شد زپ پیشبینی هم بزنی یا گفتم بزنم دیگه نزدیم. یه گوبلین جاینت هسته کشین دست والکری معور بود. والکری ابر خیلی بکار بود این دست. جاینت اسپارکی چون همه این تلمن دمیج با هم میزنشون. ای نه اشتباه کردیم. زپ خوب. وای اشتباه کردم زدم جون اسپارکی منقدر نبود. اینو نمیذاریم از پر رد شه. یه والکری جمعه بعد برای این کاور اونم هست. مرسی اون که کامل اوت شد. حریف داره یکم اذیتمون میده. باید بگیریمش. یه جاینت این کنار. فکر کنم گرفتیمش. یه والکری جلوش. اکسیری نداره آنچنان. یه کنون بزن به کنون خواهش میکنم. یه هیل اسپیریت واسه جون پر کردن جونه تمام نیروهامون. وای کشش عالی. یه ریج یه زپ دمیج ناب اشکال نداره عالی بود. یه اسپارکی میندازیم اون همونجا اوچه. ولی دمیج بدی به اسپارکی مونده اشکال نداره. دراگ ریج وای داره اذیت میده. دفاعش خیلی قویه. یه اسپارکی دیگه. اگه بذاریم رد نشه خیلی خوبه. عالی. یه جاینت اینجا. دهنشو صاف کردیم. یه نخبه اینور یه هیل اسپریت. یه زبر ریج جاینت دوم. باید به این ترکیب دو طرفه بزنی اگه نه اذیتت میکنه. بزن به این. مرسی. ریجمون بیاد دستمون. دمیج یه دمیج نابی. یه والکری داره زجه میزنه کاری نمیتونه بکنه. یه اسپارکی همین ور دیگه. فقط دفاع کنی. آره اینقدر اسکلم اون ور رو بگیرم. نمیذاریم کانکچر رو اسپارکی. و جی بچه ها جی. مرسی که ویدیو تا اینجا تماشا کردید. دمتون گرم. اگه ویدیو دوست داشتید دکمه سابسکرایب زنگوله کنار ویدیو و یه لایک و کامنت چیزی اگه دوست داشتید بزن. هدف ویدیو 100 تا لایک 100 تا کامنت. خواهش می‌کنم اگه میشه هدف ویدیو پر کنید چون به شیر پست خیلی کمک می‌کنه. چون من تازه چنل یوتیوبمو زدم. مرسی جی بچه. فعلا بوشکاپ خوبی داشتید. با اجازه.